این محصول از پیج ایران دکور خریدم به مبلغ 690 تومن. 100 تومن هزینه تیپ باکس، خیلی زیاده. حالا شاید خشمستیم زیاده، حالا نمیدونم. بریم با هم باز کنیم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. अश्लील गाना नहीं फील गाना है बड़ा हुआ भी जैसे चल बदन में अब फील लाना चिल लाना बंद करती नहीं मैं जा रहा हूँ डीप उसके प्यार में कहती है कि सुनती है संगीत मेरे हाँ मजा आ रहा है अब लगाने में बैठ तेरे साथ सब कुछ शेयर करूँ. دقیقاً مثل فیلمش بود. بریم با هم ببینیم کاربرد داره یا یه متن نوشتم اینجا چرا ما رو لایک نمی کنید. اینجا نوشتم فردا روز خیلی خوبیه. بدون نقاشی کشیدم یه خونه جذاب، نمیدونم کیه، یه خورشید خیلی خوشگل و کو و چند تا ابر کومولوس. میخوام با بابلیس کل بندازم. نوشتن روش خیلی روان بود. بریم با هم ببینیم که پاک کردنش به چه صورته. چه پاک نمیشه، نشکنه. بریم با این اسپری که گذاشتن تست کنیم. نه پاک نمیشه، اصلا ارزش خرید نداره. من اشتباه کردم، شما اشتباه نکنید. اصلا کاربرد نداره، اصلا خواهی پاک نمیشه که یک بار استفاده کنید تموم. نمیدونم مارکتش خرابه، دستمالش خرابه، اسپریش مارکت فرق چکن داشت، اسپریش خرابه، من بلد نیستم. الان پاک شد. وقتی اینو خالی کردم تازه پاک شد. الان نمیدونم این الکل مصرفش بیشتر از این میشه که ارزش خرید نداره. شما باید هر سری باید یه قمقمه الکل برداری تا بتونید یه قسمت اینو پاک کنی. خواهم کاغذ بگیری بهتره که به صرفه تره. ارزش خرید نداره. این یک بار روش بنویسی به سختی تمیز میشه، خیلی به سختی تمیز میشه. اونجوری نیست که مثلا روش بکشی تمیز بشه، نه. این اسپری که خودشون گذاشته بودن توش الکل بود. به صورت اسپری که زدم اصلا پاک نمیشد، دیگه مجبور شدم خالی کنم تا اینکه تمیز شد. ارزش خرید نداره. اشتباه نکنید، من اشتباه کردم.